پوسیدگی دندان چیست و چگونه از آنها جلوگیری کنیم؟ دندانها نقش بسیار پررنگ در زیبایی و شکل ظاهری هر فرد ایفا می کند. به همین دلیل بدون شک همه دوست دارند که دندانهای سالم و مرتب داشته باشند. البته برای داشتن دندانهای سالم باید بسیار در نگهداری از آنها کوشا باشید، چرا که خطر پوسیده شدن دندانها همیشه شما را تهدید خواهد کرد. اما دلایل پوسیدگی دندان چه موارد را شامل می شود و چگونه می توان از آنها جلوگیری کرد؟ اکثر باکتری ها داخل دهان سودمند بوده و برای دهان و دندان شما مفید هستند، اما برخی از آنها مضر هستند. این باکتری های مضر قندها و کربوهیدرات های موجود در مواد غذایی را تجزیه کرده و آنها را به اسیدهای تبدیل می کنند که مینوی دندان را از بین برده و باعث خرابی شدن دندان ها می شود. پوسیدگی دندان اغلب زمان اتفاق می افتد که غذاهای حاوی کربوهیدرات بین دندان ها گیر کرده و با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن به طور کامل از بین نمی روند. دلایل عمده ایجاد این مشکل مصرف غذاهای شیرین، چسبناک و نوشیدنی های مضر است. هرچی مواد شیرین یعنی حاوی قند و شکر بیشتر مصرف شود، اسیدهای بیشتر تولید می شود که منجر به پوسیدگی بیشتر می شود. قندها در داخل دهان با پلاک ترکیب می شود و مینوی دندان را ضعیف می کند و در نهایت شما را در معرض پوسیدگی قرار می دهد. هر بار که یک میان وعده شیرین می خورید تا 20 دقیقه آینده دندانهای شما در معرض آسیب اسیدها قرار می گیرد. درمان پوسیدگی دندانها بسته به محل میزان و عمق پوسیدگی درمانهای مختلف برای برطرف کردن پوسیدگی ها وجود دارد. اگر پوسیدگی دندان در مراحل اولیه باشد، می توان با کمک فلوراید آن را متوقف کرده و به حالت سابق برگرداند. فلوراید یک ماده معدنی است که به تقویت مینوی دندان کمک کرده و باعث بازسازی مواد معدنی در ساختار دندان می شود. فلوراید یکی از روش‌های مقاوم سازی دندان مخصوصاً در کودکان است. چگونه باید از گسترش و یا حتی آغاز پوسیدگی دندانها پیشگیری کنیم؟ هر روز مسواک بزنید. حدود 30 دقیقه تا 1 ساعت بعد از غذا مسواک بزنید. نخ دندان را فراموش نکنید. برای پیشگیری از پوسیدگی دندان در سطوح طرفی و بین دندان حتما باید از نخ دندان استفاده کنید. از خواص تقویتی و ترمیمی دهانشویه ها استفاده کنید. دهانشویه ها نه تنها اسیدیته داخل دهان را کاهش می دهد که به تقویت مینوی دندان کمک می کند. مراقب خوراکتان باشید. مصرف شیرینیجات و مواد قندی و اسیدی را کاهش دهید یا کاملا متوقف کنید. کریم دندان مناسب دندانهای خود را بگیرید. کریم دندانهایی که حاوی فلوراید هستند امتحان کنید. مشکلات و بیماری‌های مرتبط با پوسیدگی را درمان کنید. داروهای خاصی که باعث آسیب به دندانها می‌شوند مصرف نکنید.